بیچاره به نام خدا این وکیلا نکد کمک تسمو پیش هر وکیلی مورم میگه مربوطی از ما نمیشه مربوطی از ما نمیشه باز ما گم خیره که ما زار هستیم قد شما هستیم. بله دوستای عزیز در خانواده که 10 افغانی نباشه که برای پسر خود بر نواسه خود یک دانه کتابچه بخره. خدایا کمی راست خوبه برادر درو خوب نیست. گاهی وقتا این معلم ها کمک کده بیچارگو 1500 یک کالا مالا این ما تا هنوز کالا مالا زیاد نخریدیم. این معلم ها که کنمونه داده پشتیم خود عروسای ما بودیم دومینجی این چای جوش سیای من کاغذ میرم چای دم میکنم خدا من ساده این دیگه سیای من که خیلی نمال غیرت کده مگر نگه بسیار گریان من به نام خدا و بارزه سلام خدمت همه شما بیننده عزیز. آرزو میکنم که همتون جور و صحت سلامت باشین. دوستان عزیز خوش آمدین به برنامه مهربانی که باز ما در این برنامه خود یک خانواده که واقعا از مشکلات اقتصادی خیلی زیاده رنج میبرن و متاسفانه این مادر ما که شما در تصویر دیدین از مشکلات روزمره خیلی زیاد داره و یک بچه خودم متاسفانه در انتحاری از دست داده و گله ها و شکوه های خیلی زیاد داره و ما خواستیم که برنامه مهربانی با این خانواده امروز تقدیم شما بکنیم. امیدوارم که تا لحظات اخیر ما را همراهی بکنین. باز هم پیش سال سپاس میکنیم از بنیاد خیری امید حیات که خانواده را کمک و همکاری کردن. سلام خدمت شما خاله جان، خوب هستین؟ سلام علیکم برادر، خوش آمدید. از یتیما که سر زدید خوش آمدید. زنده باشین. بسیار مشکلات داریم دیگه. 23 سال شده خود ما بیوداری کردیم. گاهی کالاشویی کردیم، گاهی یک کردیم، گاهی یک جای کار کردیم. نمیارن آنچه را دوردیم. باز یک بچه خک از دست داریم. این حالی زن چی خد 4 اولاد شده پیش خود ما مانده. این بچه شما چی کار میکرد؟ بچه من در ساران دوی که هم نبودم اونجا بود دیگه. مقصد غریب کارم بود. در ساران دوی درس میخوان دیگه. مقصد دیگه در انتحاری در دیمزنگ شهید شد. در دیمزنگ؟ در انتحاری دیمزنگ؟ البته چند سال پیش بود؟ 2 سال پیش بود دیگه. دوی خود تقریبا نه یاد من نمیاد. یاد من در چند سال میشه این کلگی یاد دارم. ای امی پسرتان است؟ آره این امی پسر می. خدا باشیشه. ای باز از پسرتان چند اولاد؟ 4 تا.
ها 4 تا اولاد مانده. همراه خود شما زندگی هر میکنید؟ همراه خود ما زندگی. جدا از اینکه حالی پسرتان فوت کرده خودتان مریض هستین، کی خیلی کمکی گپا میکنه شما رو؟ گاهی کالاشویی میکنه عروس ما در خانه، گاه خود ما در مکتب کار میکنم. 5000 ماش میدیم. از این پیش 5500 بود، حالی 500 چرا کم کرده 5000. این خانه رو چند کرا میدین؟ خانه را 3000 کرا میدیم. 2000 شرا ما میدیم، 1000 شرا داماد نمیدیم. او در یک اتاق شو میشینه، یک اتاق شرا برای میمانای خشته و خودش دکتر هستم. از پشت زبانای. خاله جان، شما که گفتین در مدت 23 سال است که شما بیوه هستین. بله. از خودتان بگین که در کل شما چند اولاد دارین، چند پسر دارین، چند دختر دارین؟ ما 6 تا اولاد داشتم. 6 تا داشتم، یک شکو شهید شد درای خدا رفت، دخترها شوهر کردن. دخترها شوهر کردن. دخترها شوهر. از امی پسری که است آل فعلا یک پسر به اصلا. این پسرتان مورسی گپا کرده؟ آره آرسی کرده، یک بچه داره. چی کار میکنه پسرتان؟ پسر ممیالی که است، نامش هم علی رضا، کردیت میفروشه. روزانه معمولا شما که در خانه 4 طفل از پسر شما یتیم است و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارین و در پولیزی بیشتر بر شما کسی تا کمکی گپم کرده نکرده؟ نه کمک نکرده، غیری که یک دکتر بیچاره به نام خدای وکیلا نکرد کمک تسمو. پیشیار وکیلی مورم مگه مربوط از ما نمیشه. باز ما گم خیره که ما زار هستیم، قدیش ما هستیم. ما شما همه مسلمان هستیم. همه ما مسلمانی، همه ما خدای ما یکی، پیغمبر ما یکی، خدا یکی. می راست خوبه برادر، درو خوب نیست. گاهی وقتا این معلم کمک کرده بیچارگو، 1500 یک کالا مالا. این ما تانوس کالا مالا زیاد نخریدیم. این معلم که کنمونه داده پشتیم خود ما عروسای ما. این ما را بپشی، بچه ما مپشه. ایره ننگ نمیکنیم برادر که بگم بابا ما نمیپوشم، نه میپوشم. گاهی وقتا خانواده بیچارگو دمای رمضان که میشه یک فطر میتر روزی خداده مثلا نمیاره کمک کرده. گاهی کالاشوی عروس ما میکنه در خانه ها. گاهی خود مگه واسه تن سال مریضم نمیتونم، اونم مکتب مورم، اونم اینجا یک جمع جارو میکنم، صفایی منم، کاغذ ها میرم، روشنی منم، دیک منم، خودم مزه روز خطر نگاز گران شدم. راست میگین. دوستان نازنین چقدر مشکل است که در یک خانواده این حالی بیرون شدید دیگی سیاه هم نشون میدم، چای جوش سیاه خرم نشون میدم، کلش دیدگان خریدیم اونو منجی میلم، بس کاغذ میرم روشنی میکنم، هم چای دم منم، هم دیگ میتونم. چرا گازی گپا؟ گاز گیرانه نمیتونه واسه من نمیکشم. یک مقدار کاغذ کلوله کردیم، خوش کردیم که برای زمستان ذخیره کردیم که زمستان روشنی کنیم. بله. دوستان نازنین چقدر مشکل است که در یک خانواده که کاغذهای مکتب میرم. مادر ما بیچاره خودش 23 سال است که بیوه هست و یک بچه خود از دست داد در انتحاری دیمزنگ و فعلا از او پسر یک شهیدش که شما در تصویر میبینین که جوان بچه بوده که خداوند همیشان غریق رحمت بکنه با تمام آل اسلام و ای از همی پسر کلانشان است. نواسی کلانتان است دیگه این؟ نه نواسی کلان نکشی 10 ساله مکتب رفته، یکشی 7 ساله مکتب رفته، او بچه اون دخترک بود که خورده، اینی خورترک شد، دوتایش مدرسه یاد. حال خوب است شکر الحمدلله. امیغم و غصه و شما حالا که میبینید طرف نواسا کمک دور شده دیگه یا پسر شما حال شما میاد تا دیگه اولاد است؟ میاد دیگه خیلی نمال غیرت کردم اگر نگه بسیار گریان من میاد. بسیار مشکلات تیر کردم. وقت شوهر من نبودم، اینمی بچه که حالی عروسی کرده، اینمی 6 ماه شیر مخورده سینه، اینمی شیر مخورد، اینمی از او دوره تایی دوره را مایانه کلان کردیم. اینمی بچه اینال 23 سالش در عروسی کرده، یک بچه هم داره. اونم از او دوره تامی دوره را ما زحمت کشیدیم. کالای نو نپوشیدیم که از بازار خریده بشم پوشیده بشم. اینمی چیزی که میبینده مرستون زندگی کردی، 3 سال مرستون زندگی کردی. اونم منجی هر چیزی که نمیاله میبینید نمیانه مرستون داده بود. این تانوز نگاه کردیم. این کدام خانواده کنم استادا بیچارگو که کنی خرمیدیم میرمونه مدوزم در خود خجل جارم.
خدا را شکر همی که هست میپوشین و اظهار سپاس میکنم از او انسانای و خانوادهایی که با این خانواده کمک میکنن خیر ببینن خانهشون آباد. چقدر خوب است که ما وقتی که میفهمیم یک همسایه ما یک هموطن ما یک خانمی که واقعا نیازمند است این که از دست ما میشه اگر پول نقد کمک کردن نمیتونیم بالاخره یک چیزی که اگر از دست ما میشه میفهمیم که این خانواده نیاز است اگر لباس است اگر توشک است اگر پشت است هر چیزی که است خوب است به این خانواده کمک بکنیم و این خانواده را خوش نگاه بکنیم و چون هم برکت در خانواده خود ما و هم برکت و دعای از خانواده را ما بگیریم. دعا میکنم میشه کل مسلمان ها را سر دسترخوان سر نماز دعا میگم می دشمن من دسترخوان چه بینان نکنه که خود ما بسیار سختی مشکلات ها را تیر کردیم. خب یک وقتی بوده که در 6 روپه نیاز داشته بودیم بچه های مدرسه رحم کردن پول طلب کرد 6 روپه نداشتم آخر رفتم استاد چرا گفتم 6 روپه ندارم خیر ما تخم مرغ میفروشم باز داشتم روان میکنم. بسیار مشکلات تیر کردیم بسیار زیاد. اگر مالی که ما میگه دفعه قصه میکنم با دخترای میگم وقتی که ما مردم من یک زن قهرمان بلید نام من شما قهرمان هستین شما یک بسیار مشکلات تیر کردیم بسیار زیاد مشکلات زندگی را تیر کردیم. کدام چیز زیاد شما را آزار میده خاله جان دمی زندگی که شما دمی طول 23 سال یگانه چیزی که زیاد شما را آزار میده چی است؟ آزار که میگه می تندستی نابشگی بسیار آزار میده این می مریضی هم آزار میده بس اگر پول باشه آدم پیش دکتر برا زود صحتمند میشه پس نمیتونم دیگه واسه من نبرسه. شما چی تکلیف دارین پیش دکتر تکلیف رفتیم وقت زیاد نرفتیم که تکلیف داریم زیاد پای ما درد میکنه پای ما کمر ما روماتیزم داریم خود ما پیش دکتر رفتین دکترها چی گفتن؟ دکترها گفته روماتیزم داره دیگه پای تو زیاد سایه داشته این نیاز در تبدیل داره گفته این برو گفته این که نمیتونم رفته دیگه پول ندارم که بچه من بیکار بنده خدا یک هم هست نمیتونم جای دور روان کنم اونم کریدیت میفروشه روز 100 روپه گاهی 150 روپه و ما نداره دیگه 49 روپه بچه میخره 50 روپه سودا 1 روپه فایده پیشتر شما گفتین که امین نسخه و یپایی که شما پیش دکتر رفتین و امونا را باشم اگر نسخه خنشان بودم بخی وحشت میکنید ای همیشه از خودتان است؟ اینا یکش از عروس میه اینایش دیگهش همهش از خود میه همهش بخی از طول تیر کده سنگینی نبخی گو یک سر میشه نقصای من دوستان عزیز اینی نقصای بسیار زیاده این مادر ما است که همش این خیلی مصرفی گپام شده باز بسیار مصرف یعنی شده نتیجه هم داده باز چیزی بر شما نتیجه داده خوب شده مسابق بسیار وزن خراب بود ما یعنی صنفای مکتب ششتکی جارو میکردم پای خدراز میکردم گفتم الله تو کمک و شرمنده نشون ششتکی جارو کردیم خدا وکیلی پای خدراز میکردم فرش بود اینیم تا جارو میکردم باز پیش ما رفتم گفتم الله ما شرمنده نشون صنفای مکتب جارو کردیم این در زحمت کشتیم برادر در راه که میرم یک بوتل پیپسی را میگیرم من یک پلاستیک میندازم میرم در خانه کود منو میفروشم چی دروغ میگم برادر شما مثل اولاد ما چی فوت کنم چی ننگ بخورمونه نمیتونم دیگه وقت میالی هم ناتوان شدیم تشویش نمیگم بچه من بیکار تا که ما کار کنم که این نان بیدم حالی که تا که سری پای هستیم که میکنم دیگه شکر خدا میرم من سری پای مکتب جمع منم جارو منم یعنی میقصد کاغش را دور نمیندازم جمع منم در بوی جیمنم از مدیر اجازه میگیرم میارم خیلی مشکل است خیلی مشکل است دعا میکنیم که خداوند این مشکلاتی که دامنگیر شما شده به خیر و خوبی خلاص شود و ای که ما همیشه خوشی مادمی است که الله متعال بندی که زیاد دوست داره آزار میده آره دیگه و ما امی که شکر الحمدلله با ابرو با عزت زندگی میکنیم و ای که تا فعلا گفته شما که خداوند هیچگاه شما را کمک همکاری کرده می لک بار شکر و باز هم بسیار شکر داریم هزار بار از زندگی خواست خدای خوش شکر داریم هزار بار اولاد اهل صالح داده خود منم انشالله خیره دیگه مریضی هم چیز خداوند شکر کشادم خوردیم دیگه کم یا کلو یا خیرات یا دیگه اینم سبا دکتر این از این چی گرفت از این چی نگرفت بیسا
خیر ببینید مشکلات قصه کردم از او گرفت از این نگرفت گفت که نداری مادر خیره اگر کدام چیز ناچیز در کار من مشارت مارت که کم بود میکنم یا گوده فعال قیمت شده سیر میگیرم و از دکاندارا مراعت نتا که 5000 ماش خره میگیرم خودم از 5000 گذران کردیم دیگه 23 سال شده گذران کردیم 15 سال میشده مکتب کارم خب خدا رو شکر و دوستای عزیز بسیار زحمت کشید اگر شما هم میخواین این خانواده را کمک بکنین خداوند انشالله کمک شما شونه خداوند اجر بدیه که میشمو از خیری آمدید از یتیما سر زدید از یک زن فقیری بیوه و بیچاره سر زدید خداوند امرای شما سلامت باشین زنده باشین اظهار سپاس خداوند میکنیم الله امرای شما باشد دیگه چاره نیه دیگه گذشت کنم دیگه شکر کشم برادر شکر کشم بچیم دیگه چاره نیه دیگه دست قرده دوزی نمیزنم دست قرده حرام نمیزنم میگم خدایا تو من روزی بدی حلال بدی پیش الله همیشه حضورم بس خدا میربانه دیگه دمای روز استادا کمک منه بیچارگو 1000 2000 500 100 بسیار خوش میشم دارم خدا رو شکر خدا رو شکر و باز هم دوستای عزیز هزار سپاس میکنیم از بنیاد خیری امید حیات که این خانواده را کمک کرده و مواد ارتزاقی را که از طرف بنیاد امید حیات به این خانواده کمک شده امروز تقدیمشان میکنیم و اگر شما هم دوست داشتین که مادر ما را کمک بکنین و دستیاری درست بکنین کمک که مرا اگر دستگیری کنه الله شما را دستگیری کنه الله اگر مرا دیستی از مرا خد یتیمان ما بگیردم از این سری روز گویا که اجا شو روز زیارت میکنه این تر مشکلات دیدیم خدا مهربان است خدا مهربان است کسایی که بیننده هستن انشالله این خانواده را و این مادر ما را فراموش نکنین و ای که ما همیشه در برنامه مهربانی کوشش میکنیم که امو خانواده‌ای که مستحق هستن امو خانواده‌ای که واقعا نیازمند هستن و کوشش بکنیم که حداقل امو کمک و همکاری که ما از طرف بنیاد خیریه امید حیات به خانواده کمک میشه حداقل امو یک موشن کمک شه و شما هم کوشش بکنین که اگر میتونستین اگر از وسط توانتان میشد و هم دوست داشتین که خانواده را کمک بکنین شما میتونین که در چنل یوتیوب ما برین و ویدیو را ببینین و همچنان کامنت بتین نظر بتین و اگر شما دوست داشتین که خانواده را کمک بکنین ما بر شما همینقدر همکاری میکنیم که شماره شخصی خانواده را بر شما میتیم و شما بین خانواده را کمک بکنین بچهای ما که مدرسه مورا وقت دفترچه مورا میگم خیره بچهای ما وقت دفترچه که اونجا بچه که نوشتم نه کم کم شما من مار از بچه ها میگیرم تسلیم از یامونم گاهی وقتا دکاندارا برای ثواب میدیم یعنی کتابچه گپ پام ندارن تا وارد نگرفتیم برشان نه در خریدیم کم تم مثلا نکدیم در پیدا اون دیگه نمیشه دیگه آدم کجا رو بگیره بله دوستای عزیز در خانواده که 10 افغانی نباشه که مشکله برای پسر خود بر نواسه خود یک دانه کتابچه بخره دیگه چی باشه ای که مثلا یک غذای خوب بخورن یک نان خوب بخورن یک زندگی خوب تر داشته باشن بسیار مشکل است خدا را شکر نه یک دفعه میم زمستان بسیار گرانی شده بود وقت رفتم یک استادم در آشنا بود زیاد خد از من خوب بود نمی کلی استادا بندای خدا خوب همی کلی منطقه دوست دارم که بسیار یک زن غیرتی تو ننگاوری گفتم چطور کنم مگه چطور میتونی مو مرد نمیتونی زندگی تو یک سیاست گفتم چاره نیه خدا کمک کنه رفتم گفتم مینی ما که اولادای من نان نداره و خریده نمتن بیچاره و هم گفت که من پیسه نداریم ماش نگرفتیم 3 ماه شده بس گفتم نان خشکی داری گفت یک کم داریم اینجا بازم نان خشکیش را آوردم خراب نشده بود آوردم خانه اونم نه بس چای کردم دیگه خد چای بود کردم بله دوست عزیز بسیار مشکل است که در خانواده و بزرگ خانواده وقتی که میبینه در خانه هیچ چیزی نیست و پیش استاد و در محل جایی که کار میکنه و ای که میره و
اگر شد اگر نیک نشد بسیار مشکل است که در خانه بیایی و نمازهای چکم و گشنه باشه و خودت کار کردن نتونی. دیگه چاره نیه دیگه. وقت بازی میدم میگم شما صبر کن، ماماش که گرفتم در شما اینی خیلی میخرم. مقصد بازی میدم دیگه، وقت را تیرونم. امروز خود دکتر رفتی و دخترک زبان کدالی ما پفک میخوام. گفتم خیر از او طرف که آمدی ما دستو میخرم. بیا خدا میده خدا بزرگ اخیر دیگه. انشالله که کامرامین ما همونجا حتما یک پفک سه تا پفک بر از اینا میخرن. خدا بزرگ است. هزار سپاس میکنیم از شما مادر نازنین. دعا میکنیم که بخیر از این مشکلات ها و برای شما دعای ما اینمی است که اول شما را شفای کامل عاجل نصیب بکنه. همین که جان ما جور باشه همه مشکل ما حل میشه. همه مشکل بله. اول جان شما را جور داشته باشه که من دعا میکنم برادر، میگم همیشه بچه من میگم خدایا هیچی ندی جان جوری بدی. یک برادر ما که در کون زغال رفته بود طرف مزار، روز اول نه روز دوم کوبلیش آمده، دالشش تا اولاد داره بچه کلان چه 12 ساله ایوال از کمر تا فلج. حالی که میبینم میگم خدایا جان جور هیچ ندی جان جور خیره. امورم از خانه ها نان خشکیش را میگیرم میخورم خد اولادای خوب. مقصد جان جور. اگر جا جور نباشد خانه که پر زر باشه بچه ما اینجا افتاده باشم چی فایده؟ بسیار مشکل است. فایده نداره. یعنی پس از خدای شکر داریم که نمیتن خوبه دیگه. سر پای هستیم افتادن نیم دیگه. خدا شکر. بعضی وقتا که جگر خون میشم فشار ما بالا میشه باز بس خوشحال میگیرم خود خرا. میگم خیرم ما جور باشم که مینا زیر دست ما جان شما جور باشه. دعا میکنیم که خداوند هیچ خانواده‌ای را هیچ بزرگ از یک خانواده کم نکنه. الهی آمین. و چون امی مادر ما هست و با می 4 تا نواسی یتیم خود و مشکلاتی که داره اینمی است که فعلا مبارزه کرده میره و کوشش میکنه که از این حالت بره. و 23 سال شده یتیم داری کردیم. 23 سال 6 یتیم از خود کلان کردیم. اینال 4 تا از بچه این دامادای تام جدا از که یک داماد کامرای شما است، همراه شما کمک گپا نمیکنن دیگه؟ نه اون تر کمک نمیکنه. این خودشم نفوس یاد پشت زبان هم است. بنده خدا اون تر نه یکو دفعه گو نسخه دوا اگه بیره دیگه کمک نم خدایشی چی اون تعریف کنم. خب بیا خدا میروان خدا بزرگه. بله باز هم همین مواد ارتزاقی ده که مادر جان از طرف بنیاد خیریه امید حیات که کمک شده تقدیم شما میکنیم و اظهار سپاس از شما. سلامت بشین و در اخیر اگر کدام پیام دارین کدام گفت گپ سخن دیگه اگر دارین شما میتونین که آزادانه بر ما بگین که کسایی که بیننده هستن و اونا هم دلشاد و دلگرم شون و امید به زندگی داشته باشن. امید به خداوند ان شاء الله. اول جان جوری همه مسلمان را میخوام. مریضایی که داره خداوند همیشه شفا بده. جوانای همه مسلمان ها را سربلند و موفق نگاه کنه. همه کشور ما آرام باشد دیگه. برادر جان اینمی قصص خیریه شما تقاضا داریم که من هم کاری بکنم انشالله. با امید خدا. اول خدا چه صحت و سالم باشد بعد از او یک همکاری میخوام دیگه. انشالله برای رضای خدا همین همکاری بود که بنیاد خیریه امید حیات آمد و شما را پیدا کرد و که خواهش میکنم و باز هم زحمت‌های خرابو بخشید که گناهگار نشم. بسیار بزامت شده این راه دور رو دراز و کج و پیچ بسیار بزامت. خواهش میکنیم خداوند هر چه برای همه شما بوده و از بنیاد خیریه امید حیات باز هم هزار سپاس میکنم که این خانواده را کمک همکاری کردن. دوستان نازنین و اگر شما هم دوست داشتین میتونین که برنامه ما را ببینین و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان نره. ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب تقدیم شما بکنیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار همتون. بدرود. خداوند نگاه کنه شما برادر. این چای جوش سیای من کاغذ میرم چای دم میکنم. خداوند سلام. این سیای نمی دیک میکنیم. دزی دیک میکنم. کاغذ روش نمیدم دزی دیک میکنم. اینی دیدگان میاد. خداوند کمکتان کنه. پس اینجا میرم. اینی دیدگان میاد. هم کاغذ که میرم بازی پخته میکنه؟ آره خوبه پخته میکنه. همجی میشون میشور نمیخوام دم بدم میرم. یه نوچه بود کده اینجا بچه اشو بود نمیدم. دیدی؟ کلش کلا به زمستان چوب نمیتونم بخرم بچه.